سلام و درود خدمت دوستان عزیز. ویدیو آخر گفتم بدونم به طور کامل و در واقع به این طرز بگیرم. نحوه این حمل در واقع در آخر که می‌خواستم به شما توضیح بدم، اینکه اصلا نیاز نیست تاجر شدن، اصلا به این معنی نیست که هر جا که بار باشه ما هم باشیم، اصلا به همراه بار که هر جا رفت ما هم همراهش بریم. یه گاه وقتی به ضررمون تموم میشه. یه جور تاجر شدن یه اسمیه که خیلی‌ها رو در واقع به غلط میندازه، خیلی‌ها رو به اشتباه میندازه. مثلا کسب بکنه، مثلا کاسب شدن. میدونید یه نفر یه محصول تو بازار 10 دقیقه جابجا میکنه، فکر می‌کنه شده کاسب. کاسب شدن کسی که پول دستش باشه، کسی که بازار به اسمش بچرخه، کسی که تو گروه بازار وقتی که یه لیست و یه پکینگ لیست رو توی گروه بازار میذاره، اول نفر که به مثلا اسم حسین دقانو که پیام فرستاده بیان پیامشو چک کنن، میرن مثلا اسم شمسایه مثلا چک میکنن که چه مثلا چه باری فرستاده توی بازار، بار ببینن اول از شمسایه خرید کنیم تا حسین. چرا؟ چون شمسایه علاوه بر بار پول داره، مراوده است. من وقتی از شمسایه خرید میکنم یه زمانه به شمسایه در واقع یه جنس میفروشم، دیدم شمسایه پول داره. کلن همینه بحث تاجر شدن. چینی‌ها در اصل بار سوم، چهارم، پنجم، ششم نقدی کار میکنن، خیلی طبیعیه. بار هفتم میان اعتباری کار میکنن. ما تازه به این شرط که ما شرکت هم خودمون میشناسیم بارو به شما نمیدیم، خودمون بارو CFR تو بندرعباس به شما تحویل میدیم. تازه اگر خواستی ترانزیت بندرعباس به تهران هم خودمون انجام میدیم، یعنی هیچی دیگه، کل کارا خودمون انجام میدیم. ولی چیزی که در آخر میخواستم به شما بگم درباره حمله در واقع لاریای فامیلی خودمون که صحبتی داشتیم، بارها رو به خاطر که چینی‌ها خیلی 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 شما حتی یک قلم بار بخرید نقدی 3 دفعه بشه، بار چهارم اعتباری باهاتون کار میکنن. میان در واقع در 3 فروشگاه متفاوت بار خریداری میکنن. LCL یعنی با مالکای دیگه شریکن توی کانتینر. 3 تا کانتینر به جای اینکه یک کانتینر بار بیارن، در 3 کانتینر جدا پراکنده بارشون رو وارد میکنن که این خیلی خوبه. بعد در بندرعباس همشو تبدیل میکنن به FCL، به یک کانتینر. یعنی در هر صورت در نظر بگیر به سودشونه. هم تو 3 تا مغازه متفاوت اعتبار جمع میکنن، هم جلوی این در واقع تو ویدیو قبلی گفتم، هم جلوی از ضایعات اضافی وسط پارچه یا هواگیری اضافی رو میگیرن، هم در آخر بارشون رو به صورت FCL راحت دریافت میکنن، چه بسا بار بعدی رو اعتباری وارد میکنن. اما واقعا یه